یعنی ساختمانی که میبینین اینیده، یعنی مربوط پارک زرنگار شهر کابل میشه. ما هم دیگه این بغل پارک زرنگار قدم زده میریم. در این طرف ما دیگه دوستان عزیز شما مکتب لیسه عالی استقلال دیده میتونین. گلبار سنتر رو، یعنی هم چهارراهی ملک اصغر. چک نمایید چقدر زیبا. این طرف هم دوستان عزیز داوودزی است دیگه، مرکز تجارتی داوودزی. آها ترافیک زد و ترافیک رنگش انداخت. این دوستان از سراحی دی افغانان است. ببینید که باشه سراحیشو براتون نشان ندادم. این سراحی دی افغانان از دوستان عزیز. سلام خدمت شما عزیزان. انشالله که خوب و صحتمند باشین و زندگیتون طبق میل دلتون به پیش بره. دوستان نهایت گرامی، یعنی ساختمانی که میبینین اینیده، یعنی مربوط پارک زرنگار شهر کابل میشه. ما هم دیگه این بغل پارک زرنگار قدم زده میریم. در این طرف ما دیگه دوستان عزیز شما مکتب لیسه عالی استقلال دیده میتونین که یکی از مشهورترین، محبوبترین و بهترین مکاتب افغانستان است که سابق یکی مکتب بود، یکی المانی بود. فکر کنم در اینا زبان خارجی تدریس میشد، فرانسوی و آلمانی. نمیفهم که حالا تدریس میشه یا نه. البته دوستان عزیز میره شنیدیم، نمیفهم که درست است یا نه. این مکتب از دوستان عزیز. حالا دیگه شما برای ما بگین کسایی که در این مکتب درس خوانده که آیا همین مسئله راست بود، تدریس میشد و آیا حالا هم تدریس میشه یا نه. بچه‌های مدرسه رو دوستان عزیز در پیش روی ما میبینین که همونطور قدم زنان به پیش میرن. یک چیز بر بسیار خوش اومد دوستان عزیز از شاروالی کابل امروز میریم متوجه شدم. یعنی پایه های برق نیست، گروپ های روی سرک، پایه برق نیست، گروپ های روی سرک. ببینید دوستان عزیز دو طرف از دو دانه گلدان مانده شده. بسیار اما تو خوبش خورترک گلدان ها، اما بسیار مقبول. باش پیش از که کاکای ما بریم. یعنی ببینید دوستان عزیز پایه برق ببینید. دیدین دوستان عزیز گلدان های قدر مقبول معلوم میشن، قدر مقبول معلوم میشن که یعنی هیچ براتون گفتن نتونم. من امروز دیدم قسم موقعتش خفا بودم، در دلم احساس خوشی کردم و وضعیتم بیخی تغییر کرد. یعنی شاید چیز نباشن، گلدانک های خورترک باشه و اونقدر ارزش نداشته باشه، اما دیدن از یا دوستان عزیز در پایه برق ببینین دل آدم یک قسم خوشحال میسازه. من خود خوشحال میشم دیگه، شما رو نمیفهمم. این طرف هم دوستان عزیز میرسیم به طرف چهارراهی ملک اصغر. اما ما خواهیم دوستان عزیز بریم به طرف دی افغانان، سراحی دی افغانان ببینیم. طرف چهارراهی ملک اصغر از دوستان عزیز بیروبار کابل امروز با شدت زیاد است. یعنی چهارراهی ملک اصغر رو برای ما گلبار سنتر و این طرف هم داوودزی بزنس سنتر. البته مردم هم داوودزی خالی سرش میکنن، ما بزنس سنتر هم اضافه کردیم. دوستان عزیز موتر کراونه، ببینید که چقدر زیبا بود. دوستان عزیز این گلبار سنتر رو، یعنی هم چهارراهی ملک اصغر. چک نمایید چقدر زیبا. این طرف هم دوستان عزیز داوودزی است دیگه، مرکز تجارتی داوودزی. میگم تو کم کم دوستان عزیز میبریم ما به طرف دی افغانان. اینی ساختمان دوستان عزیز مربوط ریاست معارف شهر کابل میشه. دوباره بیاییم به پیاده رو هم دوستان عزیز اوپاشی کردن. آسمان هم کمتون ابریز کمتون، یعنی فضا را دیگه براتون دوستان عزیز نمیشه توصیف کنم. یک قدری فضا دیگه بود. بفهم ببینید سر بولانی و دوخت چی حال است.
یک فضای بسیار آموز زیبا، بسیار عالی. این پیشتر بود دوستان عزیز. اینجا دیگه که آب پاشی خلاص شد، آفتاب نور دوباره سر آدم میزنه دیگه. اینجا دوباره او فضا را کم کم از بین میبره. خب دوستان عزیز، یک از تغییرات کاملا براتون ما بگوییم که این پنجره ها را میبینیم. این پنجره های روی سرک این تازه احداث شدن، ساخته شدن، خاطر اینکه که مردم در سرک نره. ببینید کلاگی در پیاده رو میره در سرک نمیره، یعنی نصف مردم هم در سرک بودن. بس تا چند روز قبلم، هفته قبلی رنگ نشده بود تو آهنای زنگ زدگی و خب با هرچی نباشه آهن دیگه یک زد زنگ میزنن شو میره نصفش میکنن. حالا رنگ کردن دوستان عزیز، ببینید چقدر زیبا شده. ده افغانی ده 5 دانه پخانه، یعنی هر پخانه رو 5 افغانی. تلفن دیگه باز بریدگیش از دوستان عزیز، کسی که میخواد از سرک بگذره این موارد دیگه ترافیک و موترها را استاد نمیکنه. تا از بین از این موترها باید آدم تیر شوه تا اون طرف سرک بره. آها ترافیک زد و موتر بخی رنگش انداخت. این دوستان از این سیراهی دی افغانان است. ببینید که باشه سیراهیش براتون نشان ندادم. این سیراهی دی افغانان است دوستان عزیز. این در تصویر میبینیم اینجا سیراهی دی افغانان است که منار از هم تازه منار شد. ببینید دوستان عزیز که چه قسم محکم میگیرن آدم بخیز میگه سوار شو در موتر، یعنی هیچ آدم مجال نمیتن که گپ بزنه. فقط بفهمن که دمیجه میری تو این بچه ها چور میکنن آدم یک قسم از دستای کش میکنه، یکیش دی موتر یکیش دو موتر بیا بالا شو. طرف دیگه میره دوستان عزیز طرف چهارراهی صدارت شهر کابل و همچنان هم تو بس قوای مرکز و برکی، پروانه 2 پروانه 3 تحریم مسکن و بالاخره سرای شمالی که مسیر تمام از این موترها سرای شمالی است و اینی دوستان عزیز 3 یا 500 فامیل میرن. سه منظورشون از همون 500 فامیلی هست، یعنی ملی بسای دولتی است و این کاسترها شخصی هستن. اون طرف هم مارشال بزنس سنتر میبینین دوستان عزیز و دیگهش فیاض عمران، بزرگترین مرکز تجارتی حدیث است. فیاض عمران دوستان عزیز نام یک مارکتش است. سرای شمالی برین دوستان عزیز سرای شمالی صدا کرده میرن. خب دوستان عزیز امیدوارم از ویدیو خوشتون آمده باشه، از ویدیو لذت برده باشین. ویدیو را لایک کنین، در کانال همچنان سابسکرایب کنین تا ویدیوهای بعدی همتون به الله متعال می سپارم. روز و روزگار خوب و خوش داشته باشین و در پناه الله متعال باشین. الله حافظ و مددگار همتون.